برای چی یکون سجده سهو؟ آدم ها به ماه برآمدن و ما حالی هم در سجده سهو. سجده سهو در یک شبانه روز تکرار میشه. یگان انسانی نیست که یگان چیز زیاده کند یا کم نکند، یا در نمازش شک نکند که 2 رکعت خوان یا 3 رکعت خوان، 4 رکعت خوان یا 3 رکعت خوان. همه وقت به سجده سهو گرفتار است. و خود همین اگر عجیب در سوره بقره الله تعالی درباره طلاق خیلی سخنی زیاد کردگی هست. چند صحیفه درباره طلاق، احکام طلاق آمدگی است. و وقتی که درباره طلاق صحبت میکرد گفت که حافظوا علی الصلوات و الصلاة الوسطى و قوموا لله قانتین. سوره بقره آیه 228. الله تعالی در این آیات گفت که شما نمازها رو محافظت کنید. 5 وقت نماز رو محافظت کنید، یعنی بر نمازها اهمیتی خاص و اهمیتی جدی دهید. و الصلاة الوسطى و به نماز میانه گفت. به نماز میانه هم اهمیتی جدی دهید، یعنی نماز عصر. پیامبر صلی الله علیه و آله این نماز میانه رو نماز عصر تفسیر کردن، چه خیلی که در صحیح بخاری مسلم است. بعد از اون با الله تعالی درباره طلاق گفت داد والذین یتوفون منکم و یذرون ازواجا وصیة لازواجهم متاعا الی الحول غیر اخراج فان خرجن فلا جناح علیکم وللمطلقات متاع بالمعروف. با درباره طلاق. برای چی؟ درباره طلاق 3 صحیفه گام زد. اومد در مابین طلاق 5 وقت نماز رو محافظت کنید، خاصتا نماز عصر را گفت. با اومد درباره طلاق گپ رفت. اصلا این اسلوب سخن عالم و سخن حکیم نیست. و الله تعالی حکیم است و علیم است، نهایت علم دار. عالم الغیب و الشهاده. الله تعالی فقط عالم نیست، عالم الغیب و الشهاده. عالم غیب و شهادت است، غیب و حاضر است. و الله تعالی همه چیز را میداند. در یک روز چقدر برگ از درخت ها می افتد، از کدام درخت چقدر، و اون برگ ها در حالت زردی و خشکی می افتد یا در حالت سبزی، و وقتی که می افتد به زمینی تری می افتد یا به زمینی خشکی، عددی همه اون برگ ها را می داند الله تعالی. عدد قطرات باران را می داند. این گونه علم در کسی نیست غیر الله تعالی. الله تعالی علیم هست. و الله تعالی و من احسن من الله حدیثا. و کیست زیبا سخن کننده از الله تعالی دیده؟ نیست. استفهام انکار. و من احسن من الله حدیثا. کیست زیبا سخن کننده تر از الله تعالی؟ نیست. پس برای چی درباره طلاق گپ میزند و یک بار درباره نماز گپ میزند و با درباره طلاق گپ میزند؟ این درست نیست اصلا. دیگه الله تعالی برای چی این کار کرد؟ بعض علما میگن که اکثری طلاق ها سببش بی اهمیتی به نماز است، خاصتا نماز عصر. بنابراین کسی که اگر با عائلش مشکلی باشد، در زندگیش با همسرش مشکلی داشته باشد، با شوهرش مشکلی ها داشته باشد، نماز خود را تفقد کند، نماز خود را جستجو کند. کمبودی در نماز است. در بعض روایت ها نماز، وقتی که بنده به نماز بی اهمیتی میکند، با آسمان برآمده شکایت میکنه از بالای همین بنده: ای الله، این بنده برای من بی اهمیتی کرد، فضایعه. تو هم به نسبت این بنده بی اهمیتی کن، اهمیت نده به این بنده. و اگر بنده نمازها رو محافظت کند، نمازش دعا میکنه: اللهم احفظه کما حفظنی. ای الله، این بنده رو محافظت کن، به این بنده اهمیت ده خیلی که به من اهمیت داد. و نماز اولین مسئله که روز قیامت حساب و کتاب میشد. اگر انسان از مسئله نماز گذرد، دیگر عملهاش صالح میشه، دیگر مسئلهاش صالح میشه. اگر مسئله نمازش اگر اصلاح نشود، در مسئله نمازش کمبودی باشد، دیگر باقی ماندهش هم همین خیلی است. بنابراین نماز در یک شبانه روز تکرار میشه و در داخل نماز شما خطا میکنید. بعد از اون باید سجده سهو کنید.
بنابراین امر ضروری است برادران. هر روز آدم ها سجده سهو میکنن، هر روز در نماز غلط است. حالا شکایت ها بسیار زیاد است که ما در نماز ما هم یه الله اکبر میگیم در سرش جمع میبینیم که نماز تمام شده است دیگه. هیچ چیزی رو نه لذت نه درکی اون فهمیش، نه درکی مسئولیت، یا نه درکی اشعار یعنی حسیات که در پیش الله ایستاده ایم. از نماز ما هیچی، فقط فکر و خیال ما در دنیا و در مسائل دنیا است. مردم بسیار شکایت میکنن. و نماز در یک شبانه روز 5 مراتبه فرض هست و سنت های نافله ها هست. تهجد هست، نماز شب هست، نماز نافله روز است، ضحی هست، نماز حاجت هست، نماز استخاره هست. و اولین چیزی که روز قیامت انسان پرسیده میشه نماز است. بنابراین مسئله ها ضرور است برادران.